سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز آکادمی مالی آذرنوش. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه عزیزان. وقتتون بخیر، خسته نباشید. بریم سراغ ایردراپ بعدی و امشب میخوایم در مورد ایردراپ ایتر با هم صحبت کنیم. این پروژه یکی از پروژه های فعال در حوزه دپین هستش. اگر مقاله‌ای که روز گذشته داخل سایت آکادمی مالی آذرنوش گذاشتیم رو مطالعه کرده باشید، به صورت مفصل در مورد این حوزه توضیح دادیم. حالا این پروژه قراره چیکار کنه؟ قراره که فضای پردازنده های گرافیکی رو در اختیار پروژه های گیمینگ و هوش مصنوعی قرار بده. و خب همونطوری که میدونید زیر مجموعه حوزه دپین هستش و یکی از حوزه هایی هستش که توی سال 2024 و توی بحران میتونه خیلی مورد استقبال قرار بگیره و میتونه سودهای خوبی رو به ما برسونه. پس بهتری که ما بتونیم ایردراپش رو انجام بدیم. ایردراپش توسط تیم تایید شده و فقط 12 روز فرصته که شما بتونید امتیاز خودتون رو بالا ببرید. خب قبل اینکه شروع بکنیم بریم سراغ ایردراپ، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، با لایک و کامنتاتون هم به ما انرژی بدید. خب بریم سراغ ایردراپ. ببینید دوستان، برای اینکه بخوایم ایردراپش رو انجام بدیم، شما لینکی که براتون میذاریم رو روش کلیک میکنید و به این سایت وصل میشید. وقتی وارد این سایت شدیم، هم اینجا این قسمت همین بالا شما اینجا کانکت والت داره. والتتون رو میتونید کانکت بکنید. خب والتتون رو کانکت میکنید و اینجا این صفحه رو به شما نشون میده. چی کار باید بکنیم؟ ببینید دوستان، 3-4 تا کاره که اینجا میتونید انجام بدید. ببینید نکته‌ای که هستش، اولین نکته اینه که شما بتونید برید نودهای این پروژه رو خریداری بکنید. نودهای این پروژه، دوستانی که خب حالا سرمایه بالاتری دارن میتونن برن نودهای این پروژه رو خریداری کنن. هر نود این پروژه 1.8 اتریوم هستش که خب ما این کار رو انجام نمیدیم و میریم مراحل دیگه‌اش رو انجام میدیم. اگه سرمایه دارید و ریسکش رو میپذیرید، میتونید برید اونجا نودهاشو خریداری کنید. لیتس گو رو میزنید و میرید والتتون رو وصل میکنید و نودشو خریداری میکنید. این دو تا مراحل اصلی که ما میخوایم انجام بدیم. یکی کوست ها یا تسک هایی که توی سایت گلکسی هستش، یکی هم تسک هایی که توی سایت لایر 3 هستش. این دوتا کار رو میخوایم انجام بدیم. میریم سراغ گلکسی. این لیتس گو رو میزنیم. خب وارد سایت گلکسی شدیم. حالا چی کار باید بکنیم؟ اگر شما تا الان با این سایت کار نکردید، باید والت خودتون رو وصل کنید. مثلا الان با این میخوایم کار کنیم روی شبکه اتریوم باشه. و نکته‌ای که دیگه هسته، شما برید اکانتتون رو اطلاعاتش رو تکمیل بکنید. یعنی به حساب توییترتون وصل بکنید، به حساب دیسکوردتون وصل بکنید، به کانال تلگرامتون وصل بکنید و این باعث میشه که شما بتونید مراحل رو کامل انجام بدید. پس اولین کار، اگر با سایت گلکسی تا الان کار نکردید، باید شروع کنید پروفایل خودتون رو تکمیل کردن. روی پروفایل که کلیک بکنید، اینجا میتونید اطلاعات خودتون رو تکمیل بکنید. ببینید دوستان، من روی پروفایل کلیک کردم. اینجا میاد، شما این چرخ‌دنده رو که کلیک بکنید، میتونید اینجا بیاید توی قسمت سوشیال اکانت، بیاید اطلاعات خودتون رو تکمیل بکنید. حالا بریم توی اون قسمتی که باید مراحلش رو انجام بدیم. خب اینجا ببینید چی کار باید بکنیم. 2 تا تسک هستش. یه تسک 600 امتیازی هستش، یه تسک 150 امتیازی. اگر تمامی این کارها رو انجام بدیم، درست انجام بدیم و تیک سبزش بخوره، ما اینجا میتونیم این 600 امتیاز و 150 امتیاز رو دریافت بکنیم. توی این ایردراپ نوشته که شما باید 1000 امتیاز از گلکسی دریافت بکنید. پس نشون میده که تا زمانی که بخواد این 12 روز تموم بشه، باز هم توی گلکسی تسک های دیگه اضافه میشه که ما بتونیم امتیاز جمع کنیم. چون این 2 تا تسک تازه اولین تسک هایی هستش که توی سایت گلکسی اضافه شده. خب باید بریم چیکار کنیم؟ ببینید خیلی راحته. یه سری اکانت رو باید توی توییتر فالو کنیم، سایتشون رو باید مشاهده بکنیم، باید عضو کانال تلگرامشون بشیم و لایک کنیم، ریتوییت کنیم و یه سری سوال اینجا باید جواب بدیم. ببینید اینجا میریم این اکانتشون رو فالو میکنیم. خب ببینید فالو کرد. هر کاری که انجام دادید این رو بزنید، تیکش بخوره، یعنی اون کار شما درست انجام شده. اوکی، بریم بعدی. اینم فالو کنیم. خب اینم میزنیم.
اوکی، بریم میگه که این سایت رو مشاهده کنید، روش کلیک میکنیم. خب کانتینیو اکسس رو بزنید. خب این سایت خود ایتر هستش، سایتش رو میگه مشاهده بکنید. این پروژه با پروژه خیلی قوی داره کار میکنه که مهمترینش انوموکا و رنزه و خیلی از پروژه ها هستن که قصد همکاری با این پروژه رو دارن و سرمایه گذاری کردن روی این پروژه. تقریبا تا به الان 130 میلیون دلار روی این پروژه سرمایه گذاری شده و میتونه یه ایردراپ خیلی خوبی، یه پروژه خیلی قوی باشه. خب ما این میگیریم تیکش رو. بعدی میگه که عضو تلگرام بشید، میزنیم. وقتی عضو گروه تلگرام شدیم این رو میزنیم که تیکش بخوره. خب میریم صفحه سایت رو مشاهده میکنیم. دوباره کانتینیو اکسس. خب این مقاله رو میگه بخونید. اوکی، حالا باید چند ثانیه صبر کنیم که رفرش بشه. میگه این مقاله رو بخونید. دوباره کانتینیو اکسس. ببینید دوستان هیچ کاری نداره، خیلی راحته و سریع میتونید انجام بدید. این مقاله رو که بخونید در مورد پروژه تعریف کرده، توضیح داده کاملا که پروژه اهدافش چی هستش و چه کارایی رو میتونه انجام بده. خب حالا بریم که لایک کنیم این توییت رو و ریتوییتش کنیم. خب لایک میکنیم، ریتوییت میکنیم، اینم میزنیم تیک سبز بخوره. اوکی، بعدی ریتوییت کردن. ما ریتوییت کردیم همون پست رو، تیک سبزش هم گرفتیم. حالا اینجا یه کویزه، بعد این کویز رو با هم جواب بدیم. استارت رو میزنیم. خب اولی گزینه B، دومی D، سومی C، چهارمی A، پنجمی هم C. اوکی تیکش خورد و میگه که اینجا باید فالو بکنیم. توی سایت گلکسی بریم ایتر رو فالو کنیم. خب ما این دیتیل رو میزنیم، این رو روش کلیک میکنیم. صبر میکنیم بیاد. خب ما این فالو رو میزنیم، تموم شد. ما اومدیم توی سایت گلکسی اون پیج رسمی ایتر رو فالو کردیم. خب حالا اینم یه رفرش میکنیم، تموم شد. ما الان تمامی این مراحل رو انجام دادیم و میتونیم 600 امتیازمون رو دریافت بکنیم. اوکی، ما 600 امتیازمون رو دریافت کردیم، سابمیت شد. بریم توی تسک بعدی رو انجام بدیم. خب تسک بعدی نگاه کنید 3 تا 4 مرحله هستش که همشون لایک و ریتوییت و فالو اینه. خب بریم این رو لایک کنیم، این توییت رو لایک میکنیم و ریتوییت. خب اینو میزنیم، اینم میزنیم. خب باید کمی صبر کنیم رفرش بشه، توی مرحله بعدی بزنیمش. خب بریم این رو لایک کنیم و ریتوییت کنیم. لایک میکنیم، ریتوییت میکنیم، اینا رو میزنیم که تیکش زده بشه. خب دوباره این رو لایک و ریتوییت باید بکنیم، اینا میزنیم که تیکاشون بخوره. اوکی، حالا باید فالو کنیم این حساب رو. فالو میکنیم، بعد لایک و ریتوییت باید بکنیم دوباره. میایم اینجا لایک میکنیم، ریتوییت میکنیم، اینا میزنیم که تیکاشو بگیریم. خب و این هم آخری هم این سایت رو باید ببینیم. روش کلیک میکنیم، دوباره کانتینیو اکسس.
اوکی، کمی میایم پایین که سایت رو ببینیم. خب این رو رفرش میکنیم. خب کمی صبر کنیم، اینا رو رفرش کنیم. ببینید دوستان، بعضی از اینها رو که میخواید رفرش کنید شاید ازتون کپچا بخواد، بعد کد کپچاش رو وارد بکنید حتما. خب اینم بزنیم دیگه تموم میشه. میتونیم 150 امتیازمون رو بگیریم. خب اینم بزنیم. ببینیم مثل این کپچا میخواد، میگه به ترتیب این سه تا رو مشخص کنید. این اولی، دومی، سومی. تموم شد. الان ما 150 امتیازمون هم میگیریم. دوباره میگه مشخص کنید اولی، دومی، سومی. اوکی، سابمیت شد. ما امتیازمون رو دریافت کردیم. 150 امتیاز از اینجا گرفتیم، 600 امتیاز هم از قبلی گرفتیم. تا به اینجا شده 750 امتیاز. ما تا 1000 تا باید 250 امتیاز دیگه جمع کنیم. پس تا روزهای آینده حواستون باشه، تسکای جدید اضافه شد، هم ما اطلاع میدیم هم خودتون برید انجام بدید، امتیازاشو دریافت کنید. خب برمیگردیم توی سایت. ببینید ما اینجا گلکسی رو رفتیم، تا زمانی که 1000 امتیاز نگیریم اینجا تیکه زده نمیشه، یعنی وریفای نمیشه. حالا میایم کجا؟ میریم لایر 3، میریم این مرحله رو انجام میدیم. میریم لیتس گو رو میزنیم. خب اینجا هم دقیقاً مثل سایت گلکسی باید ولتمون رو وصل بکنیم و یه حساب داشته باشیم. دقیقاً میرید توی پروفایلتون، دیسکوردتون رو متصل میکنید، توییترتون رو متصل میکنید و تلگرامتون رو، این سه تا رو متصل میکنید که بتونید مراحلش رو انجام بدید. خب کانکت ولت رو میزنیم، متاماسک. خب ما ولتمون رو متصل کردیم. ببینید اینجا توی قسمت مای پروفایل که بزنید آدرس ولتتون رو بعد نشون میده و توی قسمت ادیت پروفایل شما میتونید اینجا حساباتون رو بهش متصل بکنید. حالا میریم توی اون مرحله قبلی که بریم اون مأموریتمون رو انجام بدیم، کارهایی که باید انجام میدادیم رو انجام بدیم. خب از همین ابتدا شروع میکنیم کانتینیو زدن، میزنیم. خب اینجا مثل اون قبلیه، باید بریم چند تا سوال رو جواب بدیم. اولی B، دومی A، سومی B، چهارمی A، پنجمی B، ششمی A، هفتمی B، هشتمی C، نهمی A و دهمی هم D. انجام دادیم. حالا بریم سایتشون رو ببینیم. ویزیت رو میزنیم، اینتر. خب میایم اینجا رو مشاهده میکنیم، کانتینیو. حالا باید عضو چنل دیسکوردشون بشیم. اوپن دیسکورد رو میزنیم، اکسپت اینوایت. خب کامپلیت رو میزنیم، میایم پایین تیکش رو میزنیم، سابمیت. خب میایم قسمت وریفای، تیک تاییدیه رو میزنیم، تموم. وقتی اومدید اینجا عضو شدید، بیایید توی قسمت جنرال چت. توی این قسمت ها بیایید همه این قسمت هاش رو یک بار چت کنید. یه جمله انگلیسی بنویسید، در مورد پروژه یه جمله بنویسید. سعی کنید که همه قسمتاش یک جمله اینجا شما نوشته باشید. خب توی قسمت جنرال ما چت کردیم، توی قسمت میمز هم میتونید یه چتی بکنید، جی ام هم همینطور. بیاید اینجا مثلا روزی یک بار چت بکنید که کم کم امتیازتون بالا بره. همینی که فعال باشید توی دیسکوردشون. خب میریم توی سایت لایر 3، وریفای رو میزنیم. اوکی، حالا میگه عضو گروه تلگرامشون بشید، اوپن تلگرام میزنیم. خب عضو گروه تلگرام هم شدیم، کانتینیو رو میزنیم، تمام. حالا میگه اینجا شما باید این NFT رو دریافت بکنید روی شبکه آربیترومه. ببینید دوستان، تقریبا 20 سنت هزینه دریافت این NFT هستش، یعنی مینت کردنشه. باید ولتتون رو بذارید روی شبکه آربیتروم، 20 سنت داشته باشید داخلش که بتونید این NFT رو دریافت بکنید. مینت رو که بزنیم، ولتمون که رو بذاریم روی شبکه آربیتروم و مینت رو بزنیم، ببینید
اینجا تقریبا 25 سنت از ما اتریوم میخواد که بتونیم این رو مینت کنیم. کانفرم میکنیم و مینتمون رو انجام دادیم. این NFT رو مینت کردیم. اینا ارزشی نداره ولی خب بخشی از مراحل پروژه هستش و باید انجام بدیم. خب کانتینیو رو میزنیم و تموم شد دوستان. ما تمام مراحل این پروژه رو انجام دادیم. حالا میریم توی قسمت خود سایت. خب اومدیم داخل سایتمون. حالا چیکار باید بکنیم؟ هر نگاه کنید نوشته هر 24 ساعت یک بار این آپدیت میشه. ما کاری که باید انجام میدادیم، حالا اگر بتونید برید نودهاشو خریداری بکنید، 1.8 اتریوم، هر کسی تواناییشو داره بره انجام. این دوتا مرحله رو ما انجام دادیم. گلکسی رو ما 750 امتیاز جمع کردیم که 250 امتیاز دیگه میخواد و روزهای آینده بریم توی سایت گلکسی سر بزنیم که تسکایی که اضافه شده رو انجام بدیم. این لایر 3 رو کامل انجام دادیم و NFT اون هم دریافت کردیم. اینجا باید تایید بشه. شما 24 ساعت آینده بیاید میبینید این روشن شده، این لایر 3 روشن شده، نشون میده این تسک ما انجام دادیم. این سه تا کار شما میتونید انجام بدید و امتیاز خودتون رو بالا ببرید عزیزان. پس حتما توی این ایردراپ شرکت بکنید. هیچ کاری نداره، تقریبا 1 ربع زمان بذارید این ایردراپ رو کاراش انجام بدید که انشالله این پروژه لانچ بشه. یه پروژه خیلی قوی هستش، میتونه مستعد این هستش که توی صرافی های بزرگ هم لیست بشه. ممنونیم که از ما حمایت میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه عزیزان. موفق و سربلند باشید.